سلام خدمت همه شما همراهان عزیز. امروز با آموزش خرید شماره از طریق پنل پیامکی خدمتتون هستیم. برای این کار شما ابتدا وارد پنل پیامکیتون میشین. برای خرید شماره شما حتما مستلزم این هستین که مدارک هویتیتون تو وبسایت آپلود شده باشه. برای این کار شما وارد وبسایت میشین، قسمت پشتیبانی، ارسال مدارک. وقتی وارد این بخش شدین تصویر کارت ملیتون رو ارسال میکنید. این هم در نظر بگیرید که تصویر کارت ملی باید کمتر از 1 مگابایت باشه و مدارک شما کمتر از 2 ساعت از سوی همکاران ما تایید یا رد میشه که این موضوع هم از طریق پنل پیامکی از طریق پیامک خدمتتون اعلام میشه. خب میریم سر اصل مطلب. برای خرید شماره وارد بخش عملیات حساب خرید شماره میشیم. از طریق این نوار بالا میتونید پیش شماره‌ای که قبل از اون عدد انتخابیتون میاد و وارد کنید. حالا من شماره 1000 رو میزنم. تعداد ارقامم میتونید انتخاب کنید از 8 رقم تا 14 رقم برای پیش شماره 1000. تو این قسمت ها مدارکتون رو ارسال میکنید. این هم در نظر بگیرید که شماره هایی که شما خریداری میکنید در ابتدا قابلیت ارسال پیامک ندارند. شما باید از خطوط خدماتی که من در اختیارتون قرار میدم استفاده کنید. برای اینکه بخواید این نکته هم در نظر بگیرید که این خطوط فقط قابلیت دریافت پیامک دارند، قابلیت ارسال پیامک ندارند. برای اینکه اون خطوطتون خدماتی بشن باید بیاید قسمت پشتیبانی درخواست برای ما ثبت کنید که ما اون خطوط رو براتون خدماتیش کنیم. باز هم شما وقتی درخواست ثبت میکنید من یا همکارانم یا باهاتون تماس میگیریم یا خدمتتون مشاوره میدیم که در چه خصوص و به چه مراحل این خطوط خدماتی میشن. با تشکر از شما.